زن را برای خانه‌داری طلب میکنی، نمیخواهد و نمیماند، غضبناک میشوم. بعضا شیطان بیراه میکند که طلاق دهم. داملا آیا با مجبور رسیدن زن حلالی خود جایز است یا نه؟ این مسئله را چندین برادرای ما سوال کردند که وقتی که مثال ما میخواهیم با زنهای خود خانه‌داری کنیم، زنها ما را نمیگذارند که با آنها خانه‌داری کنیم. در این حالت ما خیلی غضبناک میشویم. باور کنید میگه حتی میخواهیم که طلاقشان دهیم، یا در دل ما میگذرانیم که اگر روز شود رفته با واسطه پول است، با واسطه چیزی نباشد زنا میکنیم. گفته در دل من حتی همین وسوسه های شیطان پیدا میشود. من چند حدیث برای شما میخوانم. فکر میکنم که شاید که این اگر ثبت ما مثال به همان خواهر است، با همان اپه است، با همان مادر برسد، شاید که از حدیث های پیغمبر خدا به یک مقصد و به یک تفکر بیاید. پیغمبر خدا میگوید لا یقعن احدکم علی امرأتی کما تقع البهیمه وليكن رسول قیل و من رسول قال القبلة والکلام. پیغمبر خدا گفتند چگونه ای که حیوانها بالای حیوانها در حال سوار می شوند، شما با زنهای خود این چنین رفتار نکنید، بلکه پیش از آنه که شما خانه‌داری میکنید باید که یک رسول بفرستید. صحابه گفتند قیل و من رسول یا رسول الله. رسول چیست؟ گفتن پیغمبر گفتند القبلة والکلام. اولا گفتند زن را راضی کنید و دوم پیش از آنه که با زن خانه‌داری میکنید وی را بوسه کنید و بعد خانه‌داری کنید. این حدیث اول پیغمبر خداست. دوم اللهم جنبنی شیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. پیغمبر خدا گفتند وقتی شما خانه‌داری میکنید سراسیمه نشوید، بلکه دعا کنید که پروردگارا از بین من و زنم شیطان را دور بساز و خدایا فرزندی که به ما روزی میگردانی وی رو هم از وسواس شیطان نگه بدار. گفته دعا کن و بعدا با زن حلالی خدا چکار کن؟ خانه‌داری کن. دیگر حدیث اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وان كانت على التنور. حدیث خیلی تأکید سخت برای زن هاست. پیغمبر خدا گفتند وقتی که اگر زنها در تنور باشند، یعنی در حالت نامپذی باشند، مردها آنها را دعوت کنند که من اراده با تو یک جای شدن دارم، باید زنها تنور را یک جا بگذارند و سخن مرد قبول بسازند. تا چه اندازه پیغمبر ما و شما حق شوهرها را بلند کردند. حق شوهر نه، حق زنم بلند کردند، لیکن خبر دادند که یعنی شما به آنها خبری مثبت دهید. اگرچند از نزد تنور شما جدا شده هم نمیتونید، بلکه به اون مرد یک چهره خندان خود نمایان کنید و با او وعده بدید که البته من تو را راضی میگردانم. تا این اندازه پیغمبر خدا خبر دادند تا که در دل مردا همین نفرت های طلاق دادن و زنا پیدا نشود. ما و شما میگوییم یک مکر زنی لاشه صدها خرابار باشد، صد مکر کند شیطان شاگرد زنک باشد. آیا این حقیقت دارد؟ راستی بار به حقیقت خیلی نزدیک است، خیلی نزدیک است. پیغمبر گفتند از دنیا و از زن سخت بترسید، زیرا که فتنه دنیا و فتنه زن چه فتنه سختی است و امروز در تمام دنیا دشمنان اسلام برای مسلمان ها را شرمنده کردن، برای اسلام رخنه کردن فقط فتنه زنها را استفاده میکنند. برای همین این یگان جای تعجبش نیست. این معنای او را ندارد که اسلام زن تحقیر میکند، بلکه انشاءالله من صحبت های ممکن جمعه های آینده از حق زنها صحبت کنم که زنها در اسلام چه حق ها دارد.
لیکن فتنه شان هم خیلی فتنه کلان است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکی حاجی میرزا، با این سوال من جواب گردونید که حتما ضرور است. همه زنها میگویند که در روز سه شنبه یا اینکه روز پنجشنبه بعد نصف روزی میگویند بگاهی جمعه میدراید. پوشاک شستن یعنی لباس شستن، سر و تن را شستن اوبال است. آیا این درست است یا نه؟ خواهش میکنم حتما سوال مرا جواب گردید. منم از شما خواهش میکنم که بس کنید زنک ها را گوش کردن. چگونه ای که از ما خواهش میکنین، من از شما خواهش دارم که زنها را کم گوش کنین. هیچ مادر اپا و خواهر شما مدرسه ختم نکرده است. هیچ کدام اونها علم ندارن، همه اینا جاهل هستند. من در همین مردم زندگی میکنیم. من نمیدانم زنهای ما چند قدر علم دارن. از شما خواهش، اگر مرد باشید برادر باشید همون عالم هاتون گوش کنید. بس کنید مامم گفت، بابام گفت، اکم گفت، فلانی گفت. اینا دلیل شرعی نمیشوند. اگر کدام انسانی را شما اگر مثالم که آرین، اگر ما تا در کتاب نبینیم سخن او رد است، قبول نیست. امروز الحمدلله در پیش ما کتاب است و ما را خداوند خط داده است، سواد داده است. دیگر ما احتیاج به هیچ مادر و اپا و دیگر شما نداریم. برای همین شما هم آنها را گوش ناندازین. اینا همه دروغ هستند. چه روز سه شنبه میشوی، چه روز جمعه میشوی، چه روز چهارشنبه، همه روز برای ما و شما لباس شستن، تازه گشتن، پاکیزه گشتن سنت است. باز به شما خاطر رسان میکنم که جوانای عزیز، من باور کنین از این خدچه ها و از این مراجعت های زنها به خلاصه آمدم که به شما همه خبر میدهم. چگونه که در جمعه پیشین به شما خبر دادم که خانه‌داری ها را باید که با طریق برنامه های تلویزیونی نکنین. خانه‌داری هاتون مثل خانه‌داری های غربی ها نکنین. اینا حرام هستند. شما تقلیدی به مردم غرب نکنید. ملت را رفت چون آیین زده است. ملت را رفت چون آیین زده است. مثل خاک اجزای او از هم شکست. هستی مسلم ز آیین است و بس، باطنی دینی نبی این است و بس. خدا رحمت کند محمد اقبال لاهوری را. میگوید از مردم غرب شما پیرو نشین. آن دین و آیین و آن رسم و اصولی که داشتین با او رفتار کنین. با آنها شما معامله نکنین. با گفتار و کردار آنها شما چکار نکنین، رفتار نکنین. رسول اکرم میگوید سبعتون لا ینظر الیهم الخالق ولا یزکیهم و یدخلهم النار. گوش اندازین به نهایت وعید سخت از جانب پیغمبر خدا خبر دادن. برای کی؟ 7 طایفه گفتن پیغمبر. 7 طایفه هست که خداوند در روز قیامت به اینها نظر نمی کند. در روز قیامت اینها را وارد جنت نمی گرداند و اینها را پاک نمی گرداند و اینها را وارد دوزخ می گرداند. این حدیث شمس الدین ذهبی در کتاب کبائرش آورده است در باب لواطه. میگوید این 7 طایفه کیها هستند؟ یکم الفاعل و المفعول به. پیغمبر گفتند فاعل و مفعول، کننده و کرده شده، یعنی دو مردی که بچه بازی میکنند، کننده و کرده شده هر دو در آتش دوزخ هستند. شمس الدین ذهبی را خدا رحمت کند میگوید وقتی که میگه مرد بالای مرد میبراید، روایتی هست عرش پروردگار میگوید در حرکت میدر آمده است. عرش الهی میگوید می جنبیده است و خداوند میگوید چنان غضبناک میشده است از عمل این دو مرد که حتی میگوید غضبش نزدیک است که آسمان را بر زمین بچسباند. لیکن همون حاملان عرش، ملائکه هایی که در اطراف عرش هستند، اونها میگوید چنان به شتاب سوره اخلاص میخوانند. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فقط صفاتهای خداوند میخواندند. چنان زیاد میخوانند که حتی که میگوید آهسته آهسته غضب خدا خاموش میشده است. حضرت عیسی میگوید وقتی من به پیش یک قبر گذر کردم، نگاه کردم که دو جوان بی‌نهایت عذاب دارند. معجزه حضرت عیسی هم همین بود که از حال قبر خبردار بودند و از خداوند هر چی طلب میکردن خداوند برای اونها عیان میکرد.
میگوید پرسان کردم ای دو جوان برای چی شما در این عذاب گرفتار شدین؟ میگوید عذابشان این گونه بود. یک تایمین جوان میگوید مثل آتش میشد، حمله به سوی دیگر میکرد، وای میسوخت، عذاب میکشید. باز یک زمان پس همون به جوانی رفیقی که سوختگی بود وای باز شکل آدم میشود، وای آتش میشود، باز اینش میسوزاند. وقتی پرسان کردیم گفتند ما هر دو در دنیا با خواهش یکدیگر بچه بازی میکردیم. یعنی وای مرا استفاده میکرد، من وای را استفاده میکردم. امروز عذاب ما تا روز قیامت همین است که وای مرا میسوزاند، من وای را میسوزانم. چه یک عمل زشتی هست. امروز همین عمل زشتی که پیغمبر خدا 1000 و قریب 500 سال پیش یاد کرده است، امروز در بین مردم ما و شما وجود دارد. اگر شما آگاه باشین، در ماه می بود وقتی در حکومت مجلس شد، از لیلی کوتل 2 آدم آورده محکم کردن. یک تاش بچه 5 ساله، یک تاش بچه 19 ساله. هم لیلی کوتل ما و شما، همون کودک که رسیده است وای با بچه امکش بوده است، همون کودک 5 ساله را رسیدند که وای کودک دیگر بیچاره هیچ جای آبادش نمانده است. لیکن حکومت باز غمخوار همین بدبخت کرده است. 8 سال وای از حقوق آزادی محروم کرده است. اسلام چی میگوید؟ اسلام میگوید بچه باز کشتن در کار. با 3 راه فقهای ما و شما گفتن، صاحبان مذهب. یکی گفتن با شمشیر کشتن در کار، دیگری گفتن نه، هر دی اینها را به آتش سوزاندن در کار در دنیا. حضرت امام ابو حنیفه صاحب مذهب ما و شما گفتن اینها را از بلندی پرتافتن در کار. چقدر جای بلند میابین از بلندی میپرتاینشان. این است گفتن جزای اینها. اینم از کجا آمد؟ همین بچه بازی هم از مردم غرب آمد. من باوری دارم که همه شما تلویزیون نگاه میکنین، 1 هفته هم نگذشته است در پارلمان اسپانیا قبول شد که بچه را نکاح کنه درست است. امروز 5000 نفر مردها در شهر اسپانیا یکدیگر را در نکاح خود در آوردند. 5000 نفر. باز رئیس همون جمهورش خرسندی دارد که من از روزی که رئیس جمهور شدم چی یک اقدام نیکی را در بین ملتم هوی کردم، کشادم. چیکار کرده است؟ 2 مرد را اجازت داده است که یکدیگر را در نکاح یکدیگر درآورند. این قبلا در نیدرلند هم بود، در ایتالیا هم بود، در بلژیم هم بود. لیکن امروز اسپانیا باید قبول کرد. آزاد، مرحمت. ما و شما باید که به نعمت اسلام شکرانه کنیم. همه این افعال بد و کردار بد و شوم برای ما و شما اسلام آگاه کرده است. این نعمت خیلی قیمتی است که خداوند برای ما و شما نصیب گردانده است. حتی در همین زیرکی هم همدانی دهم، یک جوان از یک آدمی که بیچاره عقلش نمیرسید و همون رسیده بود، هم نزدیکی داشتگی هست. اون بیچاره عقل نداشته است، لیکن 7 سال از این جوان کننده باز کلانسال بوده است. این معامله ها الحال در بین مردم ما و شما وجود دارد. اسلام ببینید میگوید که اگر ما خلا رجل بامرأتین الا کان ثالثهما الشیطان، اگر وقتی مرد با یک زن بیگانه در یک خانه می نشینند، یقین دارند که سیوم اونها شیطان می شود. یعنی چی زنی همسایه باشد، چی همسینفش باشد، چی خیشش باشد، وقتی در یک خانه که تنها نشستند حتمی در وسواس شیطان گرفتار می شوند و اونها دست به زنا می زنند. اسلام میگوید جوانی که اگر زیبا باشد، بیریش باشد، وی هم حکم زن را دارد، باید با وی در یک جانه نشینید. حضرت عبدالله ابن عمر میگوید وقتی در راه نشسته بود، نگاه کرد که یک امرد میگویند، عرب ها امرد میگویند، جوانی بیریش را امرد میگویند. میگوید یک جوانی خیلی زیبا آمده ایستاده بود. در حال حضرت عبدالله میگوید خانه در آمدند، در را بستند. وقتی این میگوید امرد، این جوان از پیش خانه عبدالله که گذشت، باز در را کشادند. رفیقای او پرسیدند چرا خانه در آمدی، باز بر آمدی؟ گفت یک فتنه از بالا آمده ایستاده بود. پیغمبر خدا گفته بود که کدام جوانی که زیبا صورت است، ریش ندارد، شما همراه او یک جا ننشینید. بین این حکمت های پیغمبر خدا را بین که امروز 2 جوانی که یک جا میشوند حتمی به این کار دست داده ایستادند. خدا رحمت کند حضرت امام احمد حنبل میگوید یک جوانی را درس میدادند، وقتی که یک بار آمد، دویم بار آمد، گفت که دیگر نزد من نیا. گفت نزد من، گفت برای تو جایز نیست دست گرفتن. وقتی آمدی یگان محرم خود بیار، یا برادرت باشد یا پدرت باشد، همراه خود بیار. حضرت امام ابو حنیفه میگوید این جوانها را
یعنی چهره خود به او طرف میگرداند و این جوانها از پس می نشستن درس می گرفتن تا که همین فتنه شیطانی در بین اونها پیدا نشود. انا پیغمبر گفتن یکم کسی که در لعنت خدا گرفتار است انا همون کسی است که در دنیا بچه بازی میکنه که با این وعیدهایی که الحال گفتم اونها گرفتار میشوند. و دومش کی است؟ دومش پیغمبر خدا گفتن و ناکح بیدی، کسی که با دست خودش حرام میکنه. اینها هم گفتن در لعنت خدا گرفتار هستند و روز قیامت از عذاب خدا خلاص نیستند. حتی رسول اکرم که در همین شمس الدین ذهبی را باب لواطه گفته، یک باب داره در همین کتابش، میگوید کسانی که با دست خود در دنیا خودشان حرام میکنن اینها روز قیامت دستاشان حامله دار میشود. مثل زنی که حامله دار میشود دستای اینا حامله دار میشوند و مردم میفهمند که اینها در دنیا جوانهای بودند که با دست خودشان حرام میکرده. اینها در میدان قیامت شرمنده میشوند. رسول اکرم میگوید کدام جوانی که یا معشر الشباب من استطاع منکم باءة فلیتزوج، کدام ای جوانی که کدام قدرت دارین، پیغمبر گفتن شما زن گیرید، فانه احسن للبصر اغض للبصر و احسن للفجر، زیرا که ناموس شما را، این زنداری شما، چشم شما را، ناموس شما را محافظت میکند. و من لم یستطیع، پیغمبر گفت کدام جوانی که اگر قوت زن گرفتن ندارد فعلیه بالصوم فانه له وجاء، این بخاری روایت کرده است. پیغمبر گفتن که مادام جوانی که قوت زن گرفتن ندارد با دست خودش را حرام نکند بلکه وی روزه گیرد. گفتن پیغمبر زیرا روزه گفتن وی را شهوتش را میشکند، شهوتش را نابود میکند. این است توصیه پیغمبر خدا برای ما و شما. زنهای اون زمان عادت داشتند که پیش از شوهر میخیزند و آب طهارت برای شوهر آماده میکردند. امروز کم است آن زنهایی که برای شوهر آب طهارت گیرند، کم است. شوهر میخیزد خود میرود طهارت میکند تا حال زن خواب است. بعض زنهای دیگر حتی که اگر آمده جماعتی بامداد میخوانیم میریم تا حال برزگاه خواب است، بیدار نیست. اونها این عادت نداشتند، در حال میگد بیدار شدند، از پهلوی شوهر خیستند، به نیت آب طهارت خیستند، لیکن مادامی که مادر بودند دلشان طاقت نکردند. گفتند ابو طلحه گفتند اگر مبادایی که یگان کس یک ودیعت، یک امانت به ما و شما دهد، مثل خواه بیل است، خواه تیشه است، خواه لباس است و یک مهلت برای او به ما و شما جدا کند، آیا او را گرداندن دادن لازم است یا نه؟ ابو طلحه گفتن البته امانت باید خیانت کردن در کار نیست. امانت چیزی هست که باید در حال به صاحبش گردانده شود. گفت ابو طلحه گو آگاه باش که امشب همون امانتی که فرزند ما و شما عمیر بود جان را به حق تسلیم کرده بود. من نخواستم که تو را آگاه کنم زیرا تشویش بالای تو میشد. تو آدم روزدار بودی، تو آدمی مانده بودی، از این خاطر ما وی را غسل دادم، کفن کردم، الحال برای تو خبر میدهم. ابو طلحه میگوید غضبناک شدند، از جای خود خیستند و دوان نزد استاد خود، معلم خود، سرور خود، راهبر خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روانه شدند. یک جوان آمد آبی چشم داشت، گریه میکرد. گفتم چی شکایت داری؟ شکایتم گفت این است که داملای عزیز گفت من یک ماه شد که زندار هستم، یک ماه شد. وقتی همین زن به خانه آوردم شب با او خانه‌داری کردیم، دختر سلامت نبود، دختر بیوه بود. لیکن من این سی را پوشانیدم، حتی پدرم نمیداند، مادرم نمیداند، پدر و مادر این دخترم نمیداند. من این سی را پوشانیدم. لیکن حیاتم حیات شکاکی است، آنقدر حیات خوبی لذت دار نیست. برای با لذت شدنش از شما میخوام یک فتوا گیرم.
چی فتوا است؟ فتوا همین است که آیا با این گونه زن اسلام رخصت میدهد که زندگی کنم یا نکنم؟ برادرای عزیز، ما با همین عمری نه آنقدر زیاده که دارم، گویم 40 ساله هستیم، با همین عمر کوتاه خود والله که قریب 100 عائله را من برقرار کردگی هستم. 100 عائله را نگذاشتم که اونها دستی به طلاق زنند، نگذاشتم که کودکای اونها سرسان و سرگردان شوند. من برای این برادر پیشنهاد کردم که اگر تو عیب این دختر اگر ستر کنی، الله عیب تو را ستر میکند. الله در دنیا و در آخرت عیب تو را ستر میکند. این حدیث پیغمبر خداست. همین زن تو را احترام میکند یا نمیکند؟ احترام میکند. پدر و مادر تا احترام میکند، بسیار احترام میکند، بسیار اخلاقی خوب دارد، لیکن با این عمل زیش چنگ زده است. و بعداً خودش بیچاره گفت داملای عزیز گفت همین دختر گفت دختریش گویم زمان از دست داد که زنگ آخران بود، زنگ آخرانه که در مکتبها قید می شود. همان روزی زنگ آخران اینها یک جایه شدن با همراه همسنفاشان، عرق نوشیدن و دیگر کارها در بچه ها دست دادن و هر کدامش کدام دختری که ریافت در اونجا چیکار کرد؟ دستی به زنا زد و اون دخترها همه گویم بکارتشان از دست دادن، سیبه شدن، بیوه شدن. این زنم از طایفه همونها بود. آیا در زنگ آخران یگان فرمانی هست که شما دخترهاتان لباس های مردانه پوشیده و سر لیج روان کنید به مکتب؟ هستم خیلی فرمان. من زنگ آخران چه خیلی فهمیدم؟ زنگ آخران این خیلی فهمیدم که باید خواهرای ما، دادرای ما، همان معلمه هایی که 10 سال اونها را تعلیم داده بودند، پیش اونها رفته دعای خیر میگرفتند، میگفتند هزارها رحمت برای شما که 10 سال ما از علم شما برخوردار شدیم. ما انمین مسجد ما امروز 6 معلم معاش میتاد، 6 معلمه. باز در آینده نیت دارم باز 4 معلم دیگر را جمع کنم بالاش. به خاطر چی؟ به خاطری که اونها فرزندای ما و شما را تعلیم میدهند. انا این دستگیری است. این دستگیری نیست که وقتی ما و شما در زنگ آخران 100 سومی جمع میکنیم و رفته یک ویچر میکنیم، در این ویچر حیات خودمان را برباد میتیم. بسیار خوب میشد اگر همون دخترها و بچه‌هایی که اگر سخن مرا میشنوند این 100 سومی را جمع میکردن در دست همون معلم ها میدادن، میگفتن رحمت کلام برای تعلیمتان، برای نارساییتان، یا همون 100 سومی را جمع میکردن همون صنف های ویرانه را تعمیر میکردن برای باز نسلی که از پس اونها میخوان. انا این بهترین راهش بود. این بود بهترین راه. برادرای عزیز احتیاط کنید. اگرچند ما زندگی او برادر را برقرار کردیم، لیکن در دل اون برادر یک قدرت وجود دارد. یک قدرت وجود دارد. زنها باید از این حضرت رابعه باید درس گیرن، باید خدا ترس باشن. از فریب عصر نو هوشیار باش، راه فتادی راه رو هوشیار باش. حضرت محمد اقبال لاهوری میگه این عصر که شما زندگی دارین ای جوان دخترها و ای جوان پسرها بسیار هوشیار باشین که این عصر شما را فریب میدهد. این عصر بسیار یک عصر فساد است، بسیار یک عصر هست که شما را بسیار تا بیدین میکند، بسیار شما را از راه راست به راه بد میبرد. از این عصر نو شما به زن طلاق و به حضرت امیر جان و به حضرت سلطان قسم نخورین، زیرا که اینها شرک به خدا هستن. آخه قسم به خدا است فقط، والله بالله تالله قسم به خدا بخورین تمام. دیگر بر یگان چیزی دنیای شما قسم نخورین که شما در قسم خوردگیتان اگر با 3 روز روزه نگیرین در نزد خدا گناهگار هستین. اگر تو بگوی حضرت امیر جان بزنم، اگر چی گپی راستم بگوی 3 روز روزه نگیری تو در نزد خدا گناه کبیره کردگی. شما قسم نخورین. اینا یا زدن نمیتونن ما و شما را، اینا هم بنده هستن. یا نان بزنم، شیر بزنم، اینا قسم خوردن آدم گناهگار میشه.
هیچگاه به اینا اول قسم نخورین. وقتی کسی آدمی قسم خورد که زنم طلاق، خانم حرام، البته خانش حرام می شود، زنش طلاق می شود. و زنی که البته در بازار می نشیند، شوهرش کار نکند، اگر شوهرش عذر داشته باشد، شوهرش مثال یگان معیوب باشد، یعنی هم حواله به سوی اگر همون زنش باشد، زن میتواند در بازار نشیند به صورتی که همون سطر اسلامی را به جا بیارد. اگر لباسش لباس اسلامی باشد، اگر لباسش طبق گفته قرآن و حدیث پیغمبر خدا باشد، باکی ندارد. زن معنای را ندارد که باید که حتمی در خانه نشیند. میلش امروز زنها میتونند که بیرون بازار است، مثال از برای یگان روزگارش یگان کاری میبراید، مثال با بیرون براید، در حالتی که همراهش یگان محرمش باشد، یا اینکه لباسش چکار کرده باشد، لباس اسلامی باشد، مرحمت از خانه بیرون شود، باکی ندارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و ثمره این سوال و جواب هایی که از جانب این برادرها شد، که سبب نگاه کردن چند کتاب ها برای ما هم شد، خدای اینها را در نامه اعمال همه این بندگان کتابت بفرما و خدای محبت خودت، پیغمبر ایمان و اسلام تا در دل همه ما بندگانت باز هم زیادتر جایگیر بساز. خدایا گذشتگانی که داریم همش رحمت مغفرت بسازد و در دل ما و شما محبت خودش، محبت پیغمبرش، محبت قرآنش خداوند جایگیر بسازد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. خیر احسان هایی که در اینجا شده است، هر مراد و مطلب هایی که باشد، خداوند با فضل کرم خود برآورده خیر کند. آمین. 4 طایفه را پیغمبر خدا لعنت کرده بود که یک تای همون کی هست؟ زنهایی که قاشهای خود باریک میکنند و کسانی که با این قاش باریک کردن با متخصصند، از حساب همین قاش چیندن اونها پول میگیرن، مال میگیرن. دیگرش زنهایی بودن که دندانهای خود باریک میکردن، دیگرش زنهایی بودن که چهره های خودشان در خال میگذاشتند، دیگرش زنهایی بودن که مویهای علمه میکردند. پیغمبر خدا گفت که اینها در حسن خدا دادگی تغییر در آوردن، تغییرات در آوردن. این قسم شیطان بود که قسم به عظمتی تو ای خداوند، من در چهره این فرزند آدم تغییرات می درآورم. همین گمان شیطان حق برآمد. امروز زنها را تماشا کنین، قاشها باریک کردگی هستند، مویهای علمه دارند، خالها میگذارند، دندانهای باریک دارند. اینها را پیغمبر خدا لعنت کرد. اگر مبادای مردهایی که امروز اگر این استفاده کنند، اینها هم در لعنت خداوند داخل می شوند. بسیار ابلهی هست، بسیار شرمندگی هست. شما باور کنین، همون من بسیار اخبارات ها را نگاه میکنم، به اخبارات بسیار توجه زیاد دارم. وقتی مردمی اسپانیا را تماشا کنین یا مردمی ایتالیا را، در یک گوش مرد 3 گوشوار دارد، 3 گوشوار، یا در لبهاشون نگینه ها سخت کردگی هستند، در بینی هم نگینه سخت کردگی هستند و دیگر تغییرات های همین مردها در آوردن. لیکن اونها از طایفه هستند که اونها را مردهای دیگر استفاده میکنند، اونها را مردهای دیگر استفاده میکنند. از این خاطر کدام جوانی که اگر گوشوار می اندازد یا چله طلا می اندازد یا گردنبند طلا می اندازد، خب، یا اینکه دیگر علامت هایی را که همون مردهای غربی شبکه خزینه معرفت، نشیدهای بهترین، قرائتها با صدای قاری‌های شیرین صدا، بهر ما و شما ای هموطنان عزیز.